کاشت پیاز زعفرون اول مهر ماه اول پاییز شروع به کاشتش بهترین موقع که می آب میدن، بعد با تراکتور یا با حیوان شیار میکنن و یکی یکی تو شیارا میکارن. بعد که کاشتن سال اول تا 4-5 سال که زمین کشت مفیدش 4-5 ساله که بهترین موقع گلدهیش 4 ساله 5 ساله است. بعدش دیگه رنچوی اضافه میشه، نه هر سال زاده ولد میکنه، دورش زیاد میشه، پیازش تا 20 تا 30 تا اضافه میشه. عمر مفید کلا 10 سال خوب گلدهی داره و گل میده. و سالم 3 مرتبه آب میدن، 4 مرتبه 3 مرتبه. آب اولش اول تو مهر ماه و آب دومش بعد از برداشت گلشه. بعد تو بهمن یا اسفند یا آب میدن، معمولا بیشتر 3 آب سهلا میخوره، 3 آب یا 4 آب. ولی خب بعضا بعد از عیدم که علفش زرد میشه یک آب علف زردی میگن بهش میدن آب. نه موقع علفش باز خوش میشه و دیگه علفش جمع میکنن و باز میره تا سال آینده، تا مهر ماه آینده سال آینده. این کشت زعفرونه. کود حیوانی بیشتر بهش میدن، کود حیوانی از همه بهتره به زعفرون. حالا کود شیمیایی کودای جدید اومده از اینا مریضن، ولی بهترین کود هم کود حیوانیه، کود گاو و گوسفند اینا. درست.